با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان کانال طلسمات سید رضوی. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و لباتون مثل پسته همیشه خندون باشه. دوستان، طلسمی که میخوام بهتون معرفی بکنم طلسم جدایی، دوری، سرگردانی، دور شدن مزاحم زندگی یا جدایی بین دو حرام یا نابودی قومیه که تاثیرش خیلی زیاده و گناه کبیره هم داره. باید حتما کفارش رو بدین. دوستان، طلسمو با جوهری که میتونید درست بکنید. این جوهر رو میتونید با آب مرده و مرکب سیاه بنویسید و روی کاغذ این طلسمو بنویسید. اگر نتونستید با قلم مشکی میتونید بنویسید. بعد از انجام دادن طلسمو با کافور آب مرده آغشته میکنید و در پارچه سیاه میذارید، با نخ ابریشم میپیچید. بعد طلسمو تو دل عروسک پلاستیکی میذارید، عروسک رو کفن پیچ میکنید و در قبرستان کهنه دفنش میکنید. در نظر داشته باشید قبل از انجام دادن طلسم باید بدنتون پاک باشه و اینکه حتما یک خوراکی ترشمزه یا تلخ تو دهنتون باشه که تاثیرش خیلی زیاده. دوستانی هم که قادر به انجام دادن طلسم نیستن میتونن با شماره واتساپ ما هماهنگ بکنن که ما به صورت نیابتی براشون انجام بدیم. لایک و کامنت یادتون نره. امیدوارم نتیجه بخش بوده باشه براتون. التماس دعا دارم و خدا نگهدار.